48 میلیون سال پیش یه سری از قارچ‌ها به واسطه یه جهش ژنتیکی قدرت رو به دست گرفتن و به مورچه ها حمله کردن و ذهن اونها رو کنترل کردن. ماجرا از این قرار بود که مورچه های بیچاره می اومدن به سمت قارچ ها و اونا رو به عنوان طعمه میخواستن ببرن توی کلونی خودشون و وقتی این قارچ ها رو گاز می زدن ذهنشون مسموم می شد و ظرف چند دقیقه اونها می مردن. 3 هفته بعد آروم آروم یک قارچ از جمجمه این مورچه بیرون می اومد. با اینکه شکل واقعا زیبایی داشت اما آروم آروم شروع می کرد به خوردن منابعی که توی بدن مورچه بود و بعد از اینکه کل منابع وجودی این مورچه رو می خورد شروع می کرد به کنترل کردن بدن این مورچه. اوضاع وقتی بد می شد که یک مورچه آلوده وارد کلونی بشه. اون موقع این اتفاق خیلی بد میتونست بیفته که کل کلونی ظرف چند هفته منقرض بشه. اما با توجه به این که مورچه ها یک سیستم ایمنی اجتماعی برای خودشون داشتن می اومدن اون مورچه آلوده رو پیدا می کردن و به بیرون از کلونی انتقال می دادن. حالا برسد اون مورچه‌ای که این مسئولیت خطرناک رو به عهده داشت خودش هم می‌مرد و از بین میرفت، ولی یک کلونی رو نجات میداد. فکر کنید اگه قارچ‌ها موفق به این کار می‌شدن که همه کلونی‌های مورچه‌ها رو حشرات رو آلوده کنن، پادشاهی کل جنگل و حشرات رو به عهده می‌گرفتن. چون قارچ‌ها این توانایی رو داشتن که به بدن حشرات دیگه نیز نفوذ بکنن. البته حشراتی که سیستمشون شبیه سیستم مورچه ها. اما در نهایت یکی از بزرگترین فجایع تاریخ رخ داد که فکر نکنم به اندازه حتی شهاب سنگ خوردن به زمین و عصر یخبندان سرصدا نکرد، ولی تعداد قربانی که داد چندین برابر بیشتر بود و همینطور ماندگاری این اتفاق شوم هم خیلی بیشتر بود. یک روز قارچ ها تونستن به یکی از کلونی های مورچه ها حمله بکنن و همه‌شون رو ظرف چند هفته آلوده بکنن و یک کلونی چند میلیونی رو تبدیل به قارچ بکنن. با این کار قدرت به دست قارچ ها افتاد و تمام تلاش خودشون رو کردن که هاگهای خودشون رو به موجودات دیگه انتقال بدن و روز به روز به تعداد دسته‌بندی حشرات و تعداد کلونی‌های آلوده که تبدیل به زامبی می‌شدن بیشتر شد، تا اینکه یک روز یک اتفاق خیلی عجیب افتاد. دقیقاً در روزگاری که قارچ‌ها در اریکه قدرت نشسته بودند و داشتند جون تک تک حشرات رو دونه دونه می گرفتن، خودشون مبتلا به یک انگل دیگه شدن. این انگل چیزی نبود جز نوعی دیگری از قارچ که با عقیم سازی سیستم تولید هاگ و پخش کردن هاگ قارچ های زامبی جلوی رشد اونها رو گرفتن. دقیقاً اتفاقی که برای کلونی مورچه ها افتاد و برای کلونی قارچ ها هم افتاد. اما این انگل جدید فقط روی این قارچ ها کار میکرد و جلوی یک پدیده وحشتناک رو گرفت. چرا که اگه قارچ ها به جهش ژنتیکی خودشون ادامه میدادن و مدام به میزبان های دیگه انتقال پیدا میکردن، باعث میشد که هیچ موجود زنده‌ای روی کره زمین نمونه و کل پادشاهی برای قارچ ها باشه. این قارچ ها هنوز در بعضی از کشورهای آفریقایی وجود داره و دقیقاً همون مکانیزم رو که 48 میلیون سال پیش داشتند رو دارن، اما به خاطر وجود انگلی که در خودشون دارن هنوز نتونستن از دامنه حشرات به موجودات قوی تری حمله بکنن. تصور کنید که اگه در همین روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم این اتفاق بیفته و این قارچ ها بتونن به بدن انسان ها وارد بشن، چه اتفاق وحشتناکی میفته. این قارچ های سرچماقی اگه میتونستن به آدم ها حمله بکنن چه اتفاقی میافتاد. ما چند قدم با فیلم های ترسناکی که توی سینما ها میبینیم
فاصله داشتیم. تا اینجای داستان شاید یه نفس عمیق کشیده باشی و بگی خب این داستان چه ربطی به موضوع ما داره؟ دقیقاً همینجاست که میخوام یکی از این قارچ‌های سمی که توی وجود ما هست و هر روزه هم باهاش درگیر هستیم و ما رو بلعیده بهتون معرفی کنم. یکی از بزرگترین تهدیدهای بشر که بیشتر از هر بیماری، جنگی و درگیری آدمها رو تا به امروز قربانی خودش کرده چیزی نیست جز استرس، اضطراب و ترس. اینها همون انگل‌هایی هستند که به وجود شما رخنه می‌کنن و شروع می‌کنن به خوردن منابع وجودی شما. بعد از یه مدت کنترل زندگی شما، احساسات شما، ظرفیت وجودی شما رو به عهده می‌گیرن و شما رو راهی تله‌ای به نام شام می‌کنن که شاید در ویدیوی بعدی در مورد تله شام صحبت کنم. و زمانی که شما یه آدم شکست خورده و بازنده بشید، یواش یواش اطرافیان از شما فاصله میگیرن و سعی میکنن شما رو از کلونی خودشون دور بکنن و بعد در اوج تنهایی باید زندگی خودتون رو سپری کنید. ما انسان‌های معمولی بیشتر از هر آسیب دیگه‌ای مثل تصادف، کرونا، جنگ و درگیری و امثال این که فکرشو میکنید اسیر و زندانی استرس هاییم. استرس همون انگلیه که کل وجود ما رو میبلعه و تبدیل به زامبی میکنه، تبدیل به یک مرده متحرک میکنه، تبدیل میکنه به کسی که فقط زنده هست و فقط نفس میکشه و هیچ بویی از زندگی نمیبره. به این فکر کن روزهایی که استرس یک چیزی یا یک کاری رو داری، زندگی چجوری میشه برات؟ چقدر اون روز حالت بد میشه، چقدر احساس منفی داری و فکرهای مختلف حتی در حد خودکشی به ذهنت میزنه و میگی اصلا من چرا زنده هستم؟ چرا زندگی میکنم؟ چی کار میکنم؟ استرس همون سوراخ‌های کوچیکی هست که توی کشتی‌ها ایجاد میشه و باعث غرق شدنشون میشه. استرس همون سرطانی هست که در جامعه به وجود میاد و باعث بیشترین دردها و رنجها شده. به نظرت چرا بیشترین آمار سرطان رو توی کشور ایران داریم؟ چون که این انگل رو خوب نشناختیم و برای مقابله باهاش کاری انجام ندادیم. اگه تا اینجا یه ویدیو با من همراه بودی، یعنی برای روح و روان خودت ارزش قائل هستی و دنبال آرامشی. و من یک سری راهکارها رو توی توضیحات براتون قرار دادم، میتونید از اونها استفاده کنید و باید سیستم استرس رو خوب بشناسی که اتفاقا ویدیوی بعدی ما در مورد شناخت استرس و راهکارهای خیلی عمیق برای کنترلش هستش که مطمئنم توی زندگیتون تاثیرات فوق‌العاده بالایی رو میذاره و باعث آرامش شما میشه. امیدوارم این ویدیو نقطه‌ای باشه برای کنترل استرس های زندگیت و اینکه بتونی اونا رو شناسایی کنی و با راهکارهایی که بهت ارائه میدم اونا رو کنترل کنی. تا ویدیوی بعدی، بدرود.